یک قصه دیگر هم میگیم دوام میکنیم که وقتی زیاد گرفتم. میگه یک آدم پولدار ثروتمند وارد مسجد میشود، میاد پیش داملا، پیش داملا میاد میگه داملا یگان نیاز نداری؟ مقصد من یک کمتر مبلغ آوردم، اگر یگان حاجت و نیاز داشته باشی مقصد این ما تیاریم که خدمت کنیم. خداوند رحمت کنه او داملا ها را او عالم ها را، اونا هم عالم های ربانی بدن، اونا هم همش تکیه با خدا داشتن، هیچ وقت تکیه به آدم ها و به پولدار و به مالدار و به منصبدار و تکیه نمی کردن. ولی پیغمبر من میگه هر کسی که اگر سحر برای خاطر نداشتنی در خانه چیزی اگر بخیزه و میگه هم تا چهرش ترش کنه غمدار خچه بگیرد، او همچنان است که خداوند در بین مردم غیبت کرده است. هر کسی که میگه اگر پیغمبر من یک آدم مالدار اگر به خاطر پولش اگر تعظیم کنه و دستاش پیشی بر کند سه یک دینش عیبین میرود. این عالم برادرای عزیز وقتی این گپ از مردک پولدار که شنید گفت شرم میاد در یک خانه قرار دارم که صاحب این خانه ماندگی من است حاجت طلب کنم. برادر عزیزی سخن بینید، من در مسجدم، این خانه خدا ہے، من در خانه خدا ماندگی است نیاز طلب کنم. میگه این مرده که پولدار ای حکمت سخن این میگه برخوردارش گوش شاید های فکر کرد که در درون مسجد نمیشود، بیرون نمیگه ایستاد، بیرون ده ایستاد و کوکای حضرت میبروید. حضرت که برآمد گفت حضرت گفت خیلی داخل مسجد بوده که با همون سوال من آمدم که یگان نیاز شما را بیرون کنم. گفت مقصد شما نیاز دنیوی است یا اخروی؟ گفت من نیاز اخروی شما را برآوردن نمیتونم، من به همین نیاز دنیایی تون مراجعت دارم. گفت او خدایی که گفت هم نیاز دنیوی من میبرارد هم نیاز اخروی من میبرارد، من در اون مراجعت نمیکنم و در تو مراجعت کنم. برادرای عزیز اینها با این رفتارشون هم شرف و آبروی اهل علم قپیدن، هم عزت دین نگه داشتن. تا چند آدم اگر برادر امت دستات پیشی بر خم و بدوی و چاپلوسی کنی و مقصد پت خلی میکنی و دیگر کنی، همون قدر ختم خار میشه، دین هم همون قدر خار میشه. زینیاز گو من او خدایی که حاجت دنیوی و اخروی من میبرارد اکو مودا مراجعت نکن تو دا مراجعت. الله مهربان عاقبتمون بخیر.